اولو بیرق یک نبر کار کلان درون بالون حلال یک کمپلت منتو پزک وگهی داخله هم پرتونده شن منتو و گوشت بوز بعد که حالا لکه تلاشان گاش که نباری کاری کلون باراخه خدمه طلبش کنی اکه شو اگر هم 20 متر باشه بید قلبه 20 میلیون دعوان مو گم نرمزم سودیا بود افتاده جوام خام شد 20 متر باشه نه سودیا میدگن دوار چک دو نجیبلو چوانده جماعت زرافشان حلال کرد بیرقه یه افتاد برافتا افتاد سرسکه دلشد امروز که با همین منصب رئیس جماعت قلعه لبیب تعیین شدنشون ما تبریک میکنیم اکه دلشده سلامت باشن سربلند باشن من همون تحفه آوردگیشون هم میمونیم میدونیم که در نوعه ما چه قهرمانیان نشان داده است در نوعه ما چه بدلو کرده است اکه شادروان عبدالسلام فتایف امروز آنمان فرزندی آنمان مرد بزرگ همچون رهبری آنمان رئیسی جماعت قلعه لبیب انتخاب شدند و ما امید داریم که بمانندی میگن پدر چگونه فرزند نمونه امروز ما امید از آنمان داریم که همین فرزند بمانند پدر نوبردار همین نوعه ما میشوند ما در کار فعالیت و پیکر آنمین اکای دلشاد جان بردباری موفقیت آرزومندیم اکای دلشاد سلامت باشی سربلند باشی دست ندروی رجبه سلامت باشه که حاجی صبیر جان اینا مردی بزرگ ما میگیم مردم سفید مون خیلی که سو دوستو اکه حاجی سلامت باشه مرد بسیار نکو مرد سخاوتمند سخاوت پیشه هستم چیشه اعلام کنیم بروی من تو پزه چندش بگیم نه چند شمش بگیم از نام همه که حجی بله همی من تو پزک 1000 سامان زن بیا که جبک تبکه بکنی که بیا جبک تبکه 1000 میدونی که اون 100 اسپیاکم هم ایسو لنگر شو دوار چک داری نجبه که دیونه بیا چک شم بازاردین اینه از نوم اکه حاجی اکه حاجی صابر جان از نوم اکه حاجی صابر جان براندی اکه براندی تو فجابسی بتی من تو پزک که بگه من تو کنه که بس هم گرفتی من تو پزک هم گرفتی شیرین چشمه نویت توجی کوبور جماعت شیرین چشمه همین را بلوی کوکر و وردار
از نام رئیس جماعت قلعه لبیب دلیل بلان حلال یک چروای زنده یک سرکهی چرسه از نام آنمان رئیس جماعت قلعه لبیب امروز ما آنمان سخنان پیشوای معظم ملت نبید که راهبر برابر خلق باشد راهبر برای خلق باشد امروز ما در سینه شد میبینیم سلامت باشد بزدر احمدلو چوانده احمدلو نویای توجیکو بود جماعت شیرین چشمه نویای توجیکو بود جماعت شیرین چشمه اکه احمدلو سلامت و سربلند باشید یکی تماشا کختا که احمدلو حکیم چواندوز حکیم ایو همین کسی که بزنیش برم کپشی شپکش کنه Ana minha. Tamaşa kı. Tamaşa kı. Dayırım mamin. از نام رئیس جماعت قلعه لبیب یک مال زنده یک سرکه چرسل برونی بلونی حلال حکیم چواندوزای خان تابزا همی حکیمه یکا شید تمام نویای توجیکو بود دههای فیسبور اعلانش که ابراهیم بله همی مال زنده از نامی اکی سیرب دههای گلیستون بله همی چاروا زنده 500 سامان بلام اسبش حکیم چواندوز بود کشید اکی سیرب آوار ما تبریک میکنیم برای نو اسب رفتنش سلامت باشه سربلند باشه همی 500 سامان از نام اکی سیرب بلام همی اسب خودش بله همی چاروا زنده بلان اوزا دایه مرده بز بکشه از نام اکی یادگور از نام اکی یادگور به نام اکی بله همیزم اکی یادگور سلامت باشی سربلند باشی این خیلی اکی یادگور دیگه و دیگه دههای سفیدمون بسیار داره آیال آدم خیلی اومدن بگیره این قویمداد اینجا ایستاده است این شادی ایستاده است یه در نوبت هم لطیف جون الو نه دوار چیه؟ دوار این یه دوار منو به خوبه یکم که من باید حلال میگنم ایدو مشکله الو صبر جان چواندوز جماعت نشور دهی فیزبور لقب از بیکا ای جان تگردم بیکا مول زنده را بگی انا را بیکا که کنه اوز صبر جان چواندوز احمدلو چواندوز احمدلو چواندوز به اسب رخش رستم
مهمنداری انمی مردم سربلند بیهای سفیدمون با اکای انمی شدی برای انمی کمکوی کردنش برای خدمتش در انمی دیهای سفیدمون منداری همه انمی مردم همو میرسونیم. دویم و سلامت باشن، سربلند باشن. برای بچهش همتشاه چوانداز 2000 سالانی برای تازه اعلام میکنیم اکای سایمراد از خود که فدراسیون روسیه به نام فرزندش همتشاه چوانداز 2000 سالانی برای تازه شد چوانداز چوانداز ای بو خطاف اومد یک کسگاه گرفت در جوش دو شغلاتوانی دانه او کام نمیتیش این مرده کنه چو بگه بالان تازه 2000 سامانی کیا؟ مکه محمود علوم محمود جون دکجوی علوم محمود جون آنی معنی اوهی کوکو 100 سامان بنام رخش مکه نور محمد سلامت باشید باید سابقه دارید نور محمد چوباندوز بالان حلوی تر سلامت باشید اکه خوش آمدید 2100 سامانی سایمن رود و اکه کاکو خویم دو کرمان بانون نزیر او مرلوی نگهدار امروز ما پشترک در دوره شامل شوی جوانان bayrak çöt bayrak erki çavandoz bayrak az nimi koyunca Parvanayuf Dilovar Olimov Mahmudjon Parvanayuf Dilovar Olimov Mahmudjon اگر همینجا باشه اگر ملول نباشه بیایه یک بار پروانه دیلوار اکه مستعون بینم جون دارم اکه مومالی در همون شلپ پرچمدار جونم پیشی بعد رفته اکه هم نوسا بکشه قفو بیو خاطری خیلی خطی همه میروم قفو بیستی من بازم یک بار دیگر کلی همین اشتراکچی را بخشیده به مناسبت 29مین سالگرد تاجیکستان تبریک میکنم. خوش آمدید.